چطورید؟ این اولین ویدیو ماست از کانال فعلا تا PS. شاید کانالمون رو اسمش رو عوض کنیم چون ما هم میخوایم از کالاف ویدیو بگیریم هم از ای فوتبال. توی این ویدیو اگر بگید کالاف بیشتر کالاف ویدیوشو میذاریم، اگر بگید ای فوتبال بیشتر ای فوتبال ویدیوشو میذاریم. با شما میتونیم پیشرفت کنیم. اگر توی ویدیوهای بعدی اگر به سابسکرایبرم شاید اگر اکانتم خیلی خوب شه یا خیلی مثلا قوی شه کوین ای فوتبال و سی پی کالاف رو بهتون میدم. مثلا قرعه کشی میکنیم به چی میگیم، یا مثلا اکانتمو قرعه کشی میکنم یا یه اکانت که خیلی یه اکانت جدید که ساختم اون که یه خود قوی تر بود به یکی مثلا میدم. ما فعلا خیلی چیز نداریم، تجهیزات نداریم برای ویدیو. اگر صدامون بد اومد به خاطر فعلا داریم با برنامه گوشی فیلم میگیریم، هم با میکروفون دیگه گوشیم هم خیلی قوی نیستش فعلا برای فیلم گرفتن. فعلا از تیم ماست. تیم هم فعلا برای فوتبال اینه. تو ویدیوهای بعدی شاید چند نفر دیگه معرفی بهتون بکنم. شاید اونا بخوام چیز بذارم، مثلا کانال بزنم. فعلا این اکانت این تیم ماست. این تعویضیاشو نگاه کنید، تعویضاش هم خیلی خفنه. چند تا بازیکن بیرونم دارم، هالند و یه کسی دیگه که اسمشو نمیدونم، هر دوشون 99 میشن. الان ما میخوایم اینترنت اشانس ما بهترین چیز دنیا اینه که تو ایران الان برقا بره. بذارید ویدیو خب الان بریم بیرون. بعد چرا کنید ما خیلی الان چیز نداریم، مثلا نمیتونیم از برنامه‌های دیگه چهره خودمون رو بذاریم. اگر تونستیم چند تا برنامه پیدا کنیم که بتونیم اشتر خودمون هم بذاریم خیلی خوب میشه بچه‌ها. الان ما فعلا این ویدیو رو میخوایم تمومش کنیم و خواهشاً حمایت کنید از کانالمون که خیلی پیشرفت کنیم و بتونیم دیگه خیلی ویدیوهای دیگه هم بذاریم. نکنید اگر بشه بیشتر سابسکرایب جمع کنیم انگار نیما تیکتو یا خیلی یوتیوبر دیگه از زندگیمون یا چیز دیگه یک فیلم بگیریم. دیگه این ویدیو تمام شد. تا پارت بعدی یا ویدیوهای بعدی خداحافظ.